ассалому алайкум бинандагони азиз, тамошобинони гиромӣ, ба барномаи лазизи телевизиони Сафина бо барномаи лазиз бо Аловуддин. Инак дар меҳмонии барномаи лазиз ҳунарпешаи бисёр дӯстдоштанию соҳибэҳтироми мо, ҳунарпешаи театру синемо Бурхвалӣ Ғулом Ҳайдарзода ҳузур дорам. Хуш омадед. Хуш омадед. саломат бошед. Ташаккур. Хуш омадед. Хуб, акай Бурхвалӣ, шумо аллакай чанд ғизое ки имрӯз тайёр мекунед, пешакӣ ба мо гуфтед. Як бор дигар барои бинандагони мо кани номбар кунед ки мо чӣ ғизоро тайёр мекунем ва чӣ маҳсулотро барои мо дар кор. хуб, чизе ки тавре ки гуфтем, ғизои тайёр мекардагӣ мо ҷигарӣ ном дорад. Кабоби ҷигарӣ. яъне ин чиз кабоби мо ҷигарӣ ном дорад. ҷигарӣ. Сабаби ҷигарияш баттар маълум мешавад. Баттар маълум мешавад. мо ин кабоб аз дилу ҷигар тайёр мекунем. Дилу ҷигар дар кор аст. Боз чӣ дар кор аст? хуб, дигар он тараф пиёз дар кор мешавад. Пиёза пешакӣ тоза карда мондем. албатта помидор зарур мешавад, булғорӣ зарур мешавад, сирпиёз зарур мешавад. хуб, баъд кабудиҳо дар охир ҳам лозим мешавад. хеле хуб, хеле хуб. Хуш омадед. Хуш омадед. шумо дар ҳақиқат ҷигарӣ гуфтед, шумо бародари ҷигарии мо ҳастед. Саломат бошед. шумо бародари азизи мо ҳастед. саломат бошед. ягон гуфтани агар дар оғоз дошта бошед гӯед, баъд барои кора сар кунем. хуб, акун барои чӣ мо ба ҳамин кор имрӯз шуғл меварзем ва як сабаби асосиш ин аст ки ман ҳамин кабоба тайёраша аслан нағз мебинам ва шумо да маҳсулоти тайёр дар кор аст. бале, мо да маҳсулоти тайёр. бале. ва хайр акнун ҳозир ки чунки зарурат шудааст барое ки як чиза масалан истеъмол кардан, акнун бояд мо бояд пухта хӯрем. баъзан хома мехӯрам, вале вай дар он ҳолате ки ниҳоят илоҷ нест, илоҷ надоред, маҷбур мешавед ки гург бар ин ана хомаша истеъмол кунед. اطمینان آن داریم که کباب ما کباب خوب می شود و وای خوردنی باب می شود و ان شاء الله که کار ما امروز با برار خواهد بود. ما تعریف شما را قایمانه شنیده بودیم، لیکن شنیدن کی باید مانند دیدن انا که میبینیم خیلی چمچقا شاید قصاب شد نماشد سر میکنیم. احسن. از جگر یا از اول باید سر میکنیم. از گوشت، از همون دل و جگر سر میکنیم. مرحمت. یعنی در آغاز سر میکنیم از مدام که این تمام ما جیگری نام دارد، سر میکنیم از جیگر. کار بسیار خوب. به نهایت این کار عجایب کار بوده است. من میتونم اکه برغالی جان با شما کمک رسونم اگر راضی باشید پیاز لزه کنم. پیاز چیکار لزه کنم؟ پیاز را همون خیلی که هر وقت برای آش میده میکنن، برای خوراک، برای فرق نداره. شما خیلی با پختنی غذا خیلی یکی از شغل‌های دوست داشته شما هست اکه برغالی. من راست گپ همین خوردنش مخسر میبینم که از همون پختنش ولی امروز با خوردنش بسیار نه. علاءالدین جان امروز که با ما باور کردن باید که کوشش کرد که یعنی یک چیزی باید پذیر. اکه برغالی. لبای. ما شما رو از ایام کودکی بودیم حالا که در نمایشنامه‌ها می‌دیدیم. یعنی شما یک سلسله نقش‌های بازی می‌کردید چی در نمایشنامه‌های بچگانه و چی در سفرهای هنریتون. من در یاد دارم که شما با منطقه خودی ولایت ختلان هم باختر یعنی قرغانتپه پیشینه و هم کلوب سفر هم میکردید. البته یک کمتر یادآور شوید که از همون چی راه شما را یکمش که به همین بر جاده صنعت آورد. علاءالدین جان کسب اختیاری. علاءالدین جان از همون سر میکنیم که با همون سفرهای هنری باور کنید که همین پیش وقت اکتورهای کلانسال استاد اصلی برهانوف، حاجی قو رحمت الله من گورمی زوقی بیگ استادای ما انا میگفتن که ما همه خیلی کارها میکردیم، با کجاها سفرها میکردیم، ما هم میسادیم یک طرف همه خیلی گویا که ناباورانه با استادا نگاه میکردیم که این خیلی میشد است که اینها چند تا نمایش حتی در کجای بودن که اما چی از کو چرخ ماشین را سوختن برای روشنی کردن و تماشا نشان دادن. ما میگفتیم اینو استادا واهمه میکنند، ولی ما با چشم خودمان
دیدیم که در حقیقت بسیار وقت بود حتی به چراغ به قوه برق ما نمایش‌ها را اجرا می‌کردیم که اکثر آنها با موسیقی‌های خیلی عجایب غرایب بودن که وقتی که برق نیست موسیقی نمی‌شود داده نمی‌شود. شما گفتید با یاد من اومد که یک مسافر نقل کرده بود که من خورد بودم و شنیدم که در دهه همسایه استاد کشریف جورایف اومدن. بعد ما حقیقتا اونجا همه چیز رو جمع کردیم هیزومی و تا اینکه روشنی شود و بسیار خوبم استقبالم بودم وقت. بله. جوانی ما در حقیقت من با همون جوانی به شکر میگویم که یک نقش‌های می آفریدم و برای همین حتی چی میگویند برای مثلا همین بیهوده گشتن بیهوده مثلا به یگان کارهای بیهوده بند شدن برای دوره جوانی ما نبود که همه وقت ما بند بودیم در تئاتر. و مثلا یک نمایشی بختت را بیدار کنی نریمان بقازاده که بختاور نام داشت و امروز اکثری من معذرت میخوام من به معنای خودستایی نه به معنای یک معرفی کردن خودم یک کمترک به شما اخبار میدهم همینجاش بسیار انا همین بختت را بیدار کن بختت را بختاوره اکثری مردم نام فرزنداشون بختاور موندن این حاضر در بین مخلصان تئاتر دوستداران صنعت شما هم بسیار واسه پنج بختاور موندن. انا علادین جان اگر که من باور نکرد مرحمت یگان بختاور یا بپرسید که تولدتان چند و برای چی شما نام بختاور گذاشتند میگوید که با فلان هنرپیشه و با فلان تئاتر با فلان قهرمان فلان اثر مادرم یا پدرم سال 80 بودم یک روز اسپکتاکل آوردن نشون دادن یک بچه نویردار شدیم دیگه گفتیم چی نامش مونیم ای میبینیم بختاور مونیم شو بختاور و در همین سال چند بود پسرچه سیوم من تولد میشود در ردامی سیوم. خب بعد دخترک‌ها جمع شدن برای وای میگیرن کو یعنی که چی میگوین هدیه از همون بالای سیوم میداش هی بختاور منه بختاور گفته جیغ زدن من رفتم پیش دخترها گفتم که از کجا اینا منو میشناسن هی شما پسرچه تا تولد شده پسرچه‌تان چی نام میگذارید من گفتم حالی بدتر نه گفت حاضر نامش چی میگذارید من گفتم که حالی یک کمتر فکر کنم همون وقتم نمیبیاید که کدام نام به هم پسرچه گذارم و یک تاش گفت ای پسرچه‌تان ما بختاور نام کردیم من چنان خرسند شدم گفتم که عجیب که من دیگه فکر نمیکنم نام پسرچه من بختاور مونده من گفتم من راضی همین راضی گفتم که دویده همش پایین فرآمدن یک 8 9 باباش راضی بینندگان محترم خاطر رسان میکنیم که در برنامه امروزه ما برنامه لذیذ مهمان ما هنرپیشه خیلی دوست داشتنی برادری ما استادی ما برخوالی غلام حیدرزاده حضور دارن خوش آمدید با یک طعم خیلی خوب با نام جیگری. احسن علاءالدین جیگری. انا علاءالدین جان همون مهر و محبت نسبت به کسب و کار همو پیدا میگرده در انسان و شما میخواهید که همو کسبتان به نامگذاری به فرزندتان و صحبت به برادرتان و در کجای خودتان همچون هنرپیشه معرفی کردن همون کسب خودتان شما یعنی که احترام ارج گذارید به کسب همین محبت شما را از خود یک دهه درواز آورد به پایتخت و دانشکده فرهنگ و صنعت هم و شعبه اکتیاری. بله همین خیلی هست و قشلاق ما یک قشلاق خیلی دامنکو هست با نام پاشخرف این پاشخرف از کرگاوت کمتر یک آب شیرین دارد بله یک آب ناتکرار دارد که در سابق اتحاد شوروی همین آب از جهت تازگی رقم 1 جای اولینه انا گرفته بود وقتی که همین یک چیزی که من آورد به همین کسب اکتیاری که من خودم حتی نمیدانستم همین خیلی شاید همون ماشین کینا یک ماشین های کینا میبردن یک لطه سفید هم در یک در توی مرکه عاقل باشد فرق نداشتم یک جای کشاتر می‌ماندند و بعد کینه ها سر میشد یکی رچ کپور میبرآمد من همین رچ کپور رو میدیدم همین خیلی که پیش امکم باشد یا اکام باشد گردش میره آسمان آگانه همین میگفت بعد منم سر میکردم اونم چیکار شما سر کردید من هم خیلی میگشتم هم خیلی در یک چوب ژاپن سر مجلوب لا 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 این از جناب چون 20 هست.
شما فیلم اسیره کافکاز رو خیلی خوب میدونید که شوریک رفته در همه جا فولکلور جمع میکرد، یعنی که نوشبا جمع میکرد و سرودها و ترانه‌ها و شعرها و یگام چیز از همون ایام کودکی با لحن شیرینی همون دهه یگام شعری براتون هست مانده است یا نه؟ همین شعر این همین یک زمره همین شاعرای همین هستن مردمی همین کوهستان درواز اونا اصلا در هم از هم وقتش به همون لهجه شعر میگفتن، از اون جمله کیفی دروازی. بله بله. یک شعر دارد به نامی که همون خودش خیلی وای میکنه، خیلی بیچاره حال و بینوا میگیرد. خیلی اصلا دوره‌های کمبغلی و بیچاره حالی بودن. دوره حاضرم در افغانستان خیلی جاش همون حواله. بعد میگه که همین خیلی مرده که بدست که مرده که کشاد روشن میگفتگی بعد شعر گفته دست مسلمانا عجب حالم بتر شی که بخت طالم ای کو جرشی ندیم در عمر خود یک لحظه شادی به هر شهری که رفتیم شو شرشی میگه که بعد میگه که به هر خونه درومم صاحبی او هنوز در پاگه بیم که او بدرشی بدانم یک لبی نون تا بخورم نوالم در مکم چن لکی درشی بخورم او ای بالاش بزاب قرد که او پایان تر رفته تمتر شی من میگه که برفتم بلبلا ای باقی گلها که کرجک پیش از آقا جلوگر شی میگه بیا کیفی که ای درواز بگریزیم که من تو ما و حالم بتر شی اینا بین همین لحجه همش باید لانی سودای بسیار روانی با فکرم که همین لهجه همین مردمی کوهستان دروازه کم ترک دقت بدی فهماتر است. بله میفهمید خیلی نظر اکم خالی جان شیرین من اول پیاز میدوزیم اول ما گوشت میاندازیم برای که این جگری نام داره جگر اول همه وقت جگر پیش بعد جگر باشه بعد دیگر اول جگر و بعد دیگر ولی کم ترک روانش باید کم ترک باشه دوغ شود نصیحتی من همین که من چیزام سیرم ریزه کردم برای همین در کور بود سیر مادر کم تا ریزه کردم بسیار کاری خوب کردی گوشت خودتون میدوزین یا که ما پرسان گیریم من حالا که دیگه آماده شده آماده بله آماده است من همین جالی جلغاس کرده چنان جلغاس میکند که خوش کمی خیلی شود جلغاس اولش دستم حالا وقت دسته خیلی گمید وای همون خود دیگ همین خیلی ساخته شده است یکی از وای دیگای دهقانی هستن کو دیگای دهقانی باید برای جلغاس میکنن که وای اما تازه نیست دیگ این دیگ تازه که باشد آوازا میگه که آوازدار است که هیدیل نیستن آهسته گویان آوازدار است هر آنچه خالی است این که خالی که نیست اونقدر آوازی بلند ندارد تشکر مرحمت این شکر من این شگیری خیلی خوب نمک کو نمک هم اینجاست من اینجا نمک هست همون نمک یا نمک حاضر گفتیم که ایش نمک است منیش نمک بعد دست برای چی اینش نمک اینش نمک دست اینش که آرد که هست اینش نمک های اینش که کلانتر های نمک بله شهر شفتیم حاضر جواب من این نمک بود دست این علادین جان بسیارترش پرتا نمک این نمک های این نمک من همین یعنی که چند یک قاشق باری نه یک قند نمکش پرتا و بعد نمک من بینندگان محترم ما در برنامه لذیذ هنرپیشه خیلی شناخته و دوست داشتنی ما برخوالی غلام حیدرزاده رو دعوت کردگیم با یک طعام خیلی خوبی جیگری اگه برخوالی برای چی شما در اول من یک شنیدم که آش پختن میدید بعد فکر نه شوربا بعد شما گشتید باز بر کباب برگشتید برای چی کباب این رو انتخاب کردید همین رو میخواستیم فهمیم این من عادی یک جواب میگردانم که من همین گوشت خوردنش بسیار نقص میبینم و از همه باز خوبتر همین برای من همین
جگر کباب. جگر کباب انا است. همین دل جگر جگر کباب میشم. خوش. نه یک شعر دیگر هم هست که خیلی هوا کمتر خونه. باغ با هم باغت خراب، ای میوه باغت شراب. باغ با هم باغت خراب، میوه باغت شراب. تیر خوردم بسینه، جگرم گشته کباب. یعنی که همین کباب ما که جگر و کباب است، با در وصفش با همون جگر گفتیم. بعد علاوالدین جان شما سوال کردید که چرا شما از کباب پختن سر کردید؟ زیرا که من گفتم که من کباب ناز نبینم. همین خوردنش بسیارتر و خیلی تیار کردنش خیلی که البته انا با سببم داره که چرا من ناز میبینم. از همین کودکی هم راست گپ همین من همین بیبی و بابیم انا همین بیبی بابی گم فهمه است. بله 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 بله. انا همونها من تربیت کلان کردن چون که من خیلی بر وقتر از پدر و مادر یتیم ماندم. یکی من یتیمی رو ندیدم راست گپ. من همین خیش اقربای خیلی چی داشتم چی میگم همون معلم بودن. انا اورسا سستیاتی نمیگویند با تاجیکی ما همون دروازم زبان درسی قدیم. بله بله. انا همون خیلی داراتر بودن با همون خیلی پول حلال دور زمان هم خیلی میافتن و زندگی خوب داشتن. من از یگان چیز تنقیصی نداشتم و تنقیصی نمیکشیدم. و همه وقت در خانه همین بابی و بیبی من همه وقت همون یک چی داشتن دیگچه داشتن همه وقت همین گوشت بریام بود. بیبی هم کم گوشت میخورد دیگه بابی هم گوشت خوردن بسیار ناز میدید. ناز میدید. همین خیلی بعد گوشت بریان قیله کرده موندگی و قیلاش الهیدن دیگه همینش که همین بیبیم دیگچه را میموند. من اصلا و بیبیم بر وقت همین دیگچه را میمونده سحریاب میموند که بر وقت همون تمامش بزد. من در تگ کورپه خواب بودم خیلی بچکی میده بودم نه میخواستم یک استخوان گرماگر میریزم پرپه در تگ کورپه میدرموندم میخوردم. خیلی دو تا سه تا قریب نیم کیلو رو میخوردم. بعد بیبیم میگفت که به همون لهجه دروازی که تصور میکنم من دیگه است تو بیبیتون اومد اینا کاشین امزه گوشتی پری بینکی اینا نمی پختن برای امزه کمشین کمشین من میخوردم شما یکی اقرار نمیشدم همه چیزا را. حاضر بعضا فکر میکنم میگم که کنی وای بیبی من که برای من کباب پزد. من امروز من همین پختگی بیبی من که پخت اما به من رسیده است. من برم در دل من همین مزه همین گوشت مونده است. برای من نقص میبینم و از همین سر کردم پختنی بهترین کار کردی. اگر خالی هستی ما پیاز ریزه کردیم ها اینجا گوشت باز چی در کار است برای کباب شما؟ خب پمیدار بلغاری پمیدار. چند پمیدار شما ریزه میکنید بلغاری من؟ اینا هم من شما میتونید پمیدار ریزه کنید من میتونم بلغاری پیازی این تازه کرده شده است. شما اما بلغاری چند دونه بلغاری خیلی 4 تا شبای کنید. 4 تا خیلی خوب. چسناک خیلی مرش فرقش هر چه جا کنیم میشه اول سیر پیاز خوش بعد خوش اینقدر که سال کار کردید باز تقدیر شما رو چی خیلی به تئاتر نامداری اکادمی دراموی استاد ابوالقاسم لاهوتی آورد. من راست از آن که به تئاتر لاهوتی آمدم شبها خوابم نمی برد که من یعنی گام گذاشتم خیلی برجسته. یعنی من آمدم به نزد استادای معروف استادای ناتکرار ستونهای صحنه تئاتر تاجیک به پایتخت پایه‌گذاران تئاتر کسبی تاجیک. من فکر میکنم که شما یک مدت ما که در فعالیتم در تئاتر موسیقی مسکوی حتی محمد جان شهر باختر یعنی قربان تیپا دوام دادیم کار کردیم. در اونجا ما هم ترانه میخواندیم هم شوخی میکردیم هم
سرود میخوندیم هم رقص میکردیم. شما هم مکتب گذاشتید، یعنی مکتب تئاتر موسیقی مسکوی رو، یعنی شما با خواندن و با سرود خواندن شوق دارید. من همونجا یک شعر میخوندم اولی بار. رد بگردم اما جان جانکم با تو قربان، رد بگردم اما جان جانکم با تو قربان، سلامت باش و بردم بین چی تو آوردم رکی پم پم. این عادل جان هی غلام حیدروف آمیشو دست کو. اولا که من حاضر کم کم می نوازم میسترم، حال امروز کلاس گپ یک جا برآمد داشتم، کمی آوازم خسته است. شما این خبر دارید؟ بله ما شما. وای کوچه بود، خنک بود، بعد همین یک فلک خواندم، یک چند فلک خوانم، یک طرفه شد. از صدای استاد شنیدن بسیارا یک بار از میدان یک طرف خودشون کردن که با این کس رقابت کردن و با این کس برابر کردن مرکز پرلیپا پاله شد. انا همین سرودخوانی را در دل من اصلا جای کردگی. ما با همین اسرار کمال‌الدینوف این کدام نمایشنامه بود؟ این نمایشنامه خانه نه امتیان نه خوشدامن آذربایجانی بودین. من اونجا با آیتی معتبر ابراهیم و خالم بازی میکرد. این خالم گویا میمرد و گریه میکند ای خاله فلان و بهمدان و هم همین پولها را در کدام صندوق مانده باشد. گفته ای خالم اکو گویا که مرده باشه و خودش هم تو وانمود میکند که مرده است، ولی وای همین میسنجد که همین جنش چه خیلی بد میفهمه که جنش یک کمترک بای بوده است. بله مرد که خوب نبوده است، کمتر کج رفتار بود. انا سرودخوانی را استاد در پیانینا همونجا در دل ما جا کنند. خانت نگفت غلام حیدروف، خانت گفت هنرپیشه باید که همه طرفه باشد، خواندن تواند، رقص کردن تواند. و خیلی ما رقص میکردیم. خودی تئاتر موسیقی مسکوی و کارگزاریش همین است. این امروز من در تئاتر اتم محمد جنوب میبینم که سرها هر هفته دو بار در نزد استاد محمد علی ایوبوف اونها رسپیف میکنن، یعنی که تمرین آواز میکنن، تمرین آوازخوانی میکنن. البته آواز هر روز باید که مشق داشته باشه. خیلی دیگه که همین زیره است. معذرت میخوام، من گفتم همین آدم من فهمیدگی چی راکی نوروز گفتم یک معذرت زیره من این مجسمه بوده. معذرت من اینجا شما زنجبیل سرخ هم گفتید که وایش زیادتی وایشم این موش برای خوشبو بودنش ها. اینش زیادتی است، نش میگم زیادتی خوش اینش میمونم. این مرچ بعد مرچ ولی بعد تو مرچ وقت است. مرچ وقت خب خوریش ولی خودش گیرد. خوریش سر میکنیم تیار کردنش. خوش شما گید که چی پیش بیارم برای خوریش من آماده میکنم. همین در نوبت اول سر کنید از همینا پامیدار و بلگاری. خوش من ایناش بهتر. بله من پامیدار شگیرم، شما بلگاری گیرید چل کنید. بادرنگ همه را خوش کرده میده میکنیم. بله این از شما، این از شما. اکبر خالی اینا ما مایده کنیم و چی کنیم؟ اینا پوستش میکنیم. اینا مایده میکنیم. پوستش اگر که نو تازه باشد، چی میگوین؟ کهنه نباشد پوستش. نه این جوان اصلی. جوان باشد پوستش قطعی نقص. اینا چی هم خورد ریزه کنم پوستش قطعی نقص. اینا برای خوریش هستن؟ برای که علاءالدین جان هم یک چیز باید که در نظر داشت که میوه سبزوار همه ویتامین میگویند. بله ویتامین داره. همون غذاهایش در پوستش است. بله ما پوست وقتی میکنید که پوست کار ناشایم است و چیز خیلی مانده است. بله چند وقت و ناکار کارشایم نیست، بعد به پوستش یک طرف میکنید.
کردم کفایه است. این این قاشقی قاشق ماشو خوش میتیم. خب علاودین همین کباب ما که ها پختگی است. حاضر ما خوریشمون که تیار شد. باغبان باغت خراب با تکرار میکنیم میوه باغت شراب. اینا بیاد باغبان باغت خراب و میوه باغت شراب. و از باغ شراب میوه خراب نمیشود. از باغبان باغت خراب میوه باغت شراب. و باغ که خراب باشد و شراب شیر میشه. لیکن همه خیلی شده است. باغبان باغت خراب میوه باغت شراب. تیر خوردم به سینه جگرم گشته کباب. انا جگر کباب شده است. تمام شده باشد. فقط اینکه سبزیجات مونده است که در برای چی هستیم برای بالای خوراک است یا که می‌بینید دو نمود یا اینکه هم خیلی اینا ما همچه آرایش میدیم. وای کبوتی را کم ترک در بالای کباب میده کرده میپرتوند. کدام نمودش گید شما؟ همش یک جای یک قسمش میگیریم برای زیبش هم کم ترک میمونید. من اینجا ما داریم پیاز، اوکراپ داریم، گشنیج و پودینه. علاودین جان این کمتر گیرید با برای بالاش هم مونید آهن کردمش. کم گیرم کمتر. میده و کلون بالاش میمونید کمتر برای. وای همون ریزه کنم چی میگوین همون؟ برای زیبا برای همون زیباییشو برای همین. خیلی خوب من پس اوکراپ گرفتم گشنیج. این همه خیلی میستاد. اینجا در کور نیست. نمک در کور نیست خودش نمک دارد که هم بودرینگ است و هم چیزی سیرکا خورده است. نمک دارد؟ نه ندارد میگم کردن لازم. اصلا برای آدم هایی که مثلا یگان مریض هستند اینا پرهیزی میگویند و برای آدم های سلامت ما میکنیم این باید که وای داشته باشد. نمک اینا گیرم ما از پیش اینا گرفتم. نمک همه خیلی اینجا موندم. خوش من از این گفتگیاتون من گرفتم کم. علاودین چکش هم بیارید. خب من چکه همراه میکنیم. چکه نمک دارد؟ چکه نمک دارد بله چکه نمک دارد. شرط نیست. خود نمک با خب ببینید بس من این ریزه کردم. خب اینا که برو خالی ریزه کردیم ما کم پیاز مایده کنی را کی یاد گرفتگی هستیم از خونه مایده کردن سبزیجات ها. بهترین من وقتی خوراکی من تیار شد وقتی کشیدنش شد من برای چی اینا آبکی گفتم برای اینکه این اکنون پرهیزی هم گوییم خطا نمیکنیم. عیناً همون کباب های خدا رحمتی خوش یک طعم لذیذ. علاودین جان عیناً حس میکنم که همون کباب های خدا رحمتی بیبیم ما نامشان در اول گرفتم و دست های به برکت دست ها را چنان تازه میشوشتن که امروز حاضی همه کرونا مردم دست نمیشوید. هزارها بار میگن باید تا همینجا میبخشید آسینه اینجا ورده خیلی میکردند و دست ها را همه خیلی میشوشتن همه خیلی هم دوره که حاضی میگن کو ولی ما بزرگ فرهنگی غنی داریم ما همه بله این همون خوراک خوب است. جگریش نمینه جگری تمام نامش جگری خوریش نام نموندیم دیگه. خوریش نامش یک نام راست دیگه من نامش ماندگی میگه با حوالی فکرش خیالم را ورد. این که جگری باشه خوریش تابستانه از بهار است برای که اونجا همه جگری مونیم وایش نوروزی نه او اصلا تابستانه نام داره و چونکی همش از خام چیزی پخته ندارد. یعنی که در تابستان هوا گرم که هست وای اینا بینید خوب شد. بیا علاودین جان صبر کنیم خیلی خوب. برای چی تابستان میگم گفتم برای آنکه اونجا همه خام یعنی که گرچه یعنی که فایده‌آور باشد از میکرو الیمنت های و از همه گونه ویتامین ها بای باشد
اینا کشتن مون در کار اینو یک طرف میمونیم تمام گویا که خودش میبره میبره. نمیبره با فکر این تو از نکنه این سوکش نریزم کمتر اکو میریختیم دورت من میخواد شو خوش انا خو بالاش کمترک چی میکنیم از این کبوتی مرحمت با دستی مبارکتون اکه برو خالی خوش من کبابی جیگری آماده گشت با خوریشی کبابی جیگری آماده گشت با خروشی تابستانه با خوریشی تابستانه. بینندگان عزیز، تماشابینان برنامه لذیذ با علاءالدین، یک لحظه های رسید است که ما غذای تیار کردگی، طعام تیار کردگی برادر از زمان برخوالی رو میچشیم. استاد حاضر اثبات میکنن که نه تنها استاد صحنه و سینما هستند بلکه استاد تیار کردن طعام های با لذت هم هستند. چی میگوید استاد این پاور نشده چیز پاور خوب میشه. نه با یک مرد 40 هنر کم است. خوب این از شما، این از ما. خوش. از کدامش سر کنیم؟ از کباب. از کبابی جیگری. خوش. برامت شما برامت. رب نیست. رب. خودش نخوایدم. آیسته آیسته با مزهش پیدا می شود. از بهترین کباب همین بزرگان گفته بودن که همین جفت خوب است. برای همین جفت گفتم. ما یک بار دیگر من از من خوش کشم. جفت با بهترین. آفرین. آشی و تعریفتونم باید شما کدامش گرفته؟ ما یک از دیل گرفتیم؟ یک از جگر. خوب منم همطور. منم همیشه بهترین. باهای شما علا. اکنون میگذاریم به خوریش. خوریش نام شما مدین تابستانه. اینم کمتر اکه برخوالی گفتن که پرهیزی هم هست. پرهیزی هم هست. خوش. گفتیم که نمکی بسیار داری ممکن نیست. هم با درینگ سیرکا خورده هم با درینگ شور. بله. من این بعد این طرف اون طرفش. خالی این طرف و طرف یک. کنیم. خوش. و من در همین تابستان ما بسیارتر محصولات همین شیری رو یعنی شکر و جرغاد رو استفاده میبریم. بله. این پیاز انزو علاءالدین جان بسیار حکیم است. حکیم است. این به صدها دردها این شفا بخش است و در خودمون هست. بله ما از همه چیز دارد. پیاز انزو رو بسیار تعریف کردم، توصیف کردم، بسیار شهر دادن برای ما پیاز انزو رو من کنه چشیده بینیم. پیاز انزو از گوجهش نخورید مزه دیگر دارد. یعنی همه گیردی همین خورش تابستانه لذت خودش دارد. بله. خیلی لذیذ است. آفرین. تشکر. من راست گپ این خودم موناد. همین خیلی خوردگیمون نه که همین خیلی با مزه‌ش اولی مار می‌کنه. با این محیط خودی تلویزیون سفینه با شما رو کمتر یک با الهام آورد که شما با خوبتر و بسیار با لذت‌تر تیار کنید. سلامت باشید. اینک ما شما رو خوش آمدید میگویم اکای برخوالی غلام حیدرزاده هنرپیشه تئاتر اکادمی دراموی به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی. اگر شما یکم گفتنی داشته باشید و بینندگان من در عرفه نوروز ما مرحمت. خوب از فرصت استفاده برده تمام مردم شریف تاجیکستان را همکسبان عزیزم را و تاجیکستان عزیز را به نوروز عجم به نوروز دلافروز تبریک و تهنیت میگویم و خواهان آن اینکه دسترخوانشان همیشه از چنین طعام‌های بمزه پر باشد، تنصیحت باشند و به یکدیگر مهربان باشد. مبارک باشد نوروز عجم. نوروز رسید. لاله خوشرنگ برآمد. حجان. ای بلبل به تماشایی دف و چنگ برآمد. مرغانی هوا جمله بکردند پرواز
جان مرغی دلی من از قفسی تن برآمد. عزیزان بینندگان گرامی، با برنامه لذیذ با علاءالدین باشید با تلویزیون سفینه. تا برنامه های دیگر به شما تن صحتی و خانه آباد و روزگاری تیش تمنا داریم. سلامت باشید.